خدا، من افسانه مطلق هستم و اینجا دنیای ریاضی با منه، نه با فرمول. جلسه قبل در مورد فصل اول درس اول ریاضیات ششم با هم صحبت کردیم که معرفی اعداد زوج و فرد بود. این جلسه در خدمتتونم با درس دوم با عنوان یادآوری الگو و الگویابی. همونطوری که تو جلسه قبلم گفتم بچه‌ها یه سری چیزا رو داریم فقط یادآوری می‌کنیم، یعنی شما از قبل بلدید. الگو و الگویابی رو هم شما از اول ابتدایی یاد گرفتید، اما اینجا میخوایم براتون یادآوری کنیم و کاری کنیم که اینا تو ذهنتون تثبیت بشه، چون دقیقاً الگویابی رو شما فصل اول ریاضیات هفتمتون دارید. پس بهتون پیشنهاد میکنم خوب یادش بگیرید. درس دوم یادآوری الگو و الگویابی. الگو یعنی یک نظم یا قانون که بین عددها، شکل‌ها یا حتی چیزهای دیگر وجود دارد. اگر این قانون را پیدا کنیم می توانیم بگوییم بعد از آن عدد یا شکل چه عدد یا شکلی قرار دارد. خب من توضیحشو دادم، اما عامیانه هم توضیح بدم. نگاه کنید بچه‌ها، بعضی وقتا بین اعداد یا حالا بین شکل‌ها یه رابطه‌ای وجود داره، یه رابطه یواشکی بینشون وجود داره. ما با پیدا کردن اون الگو، با پیدا کردن اون رابطه میتونیم اعداد بعدی یا شکل‌های بعدی رو پیدا کنیم، رسمشون کنیم یا بنویسیمشون. پس قصد ما از الگو و الگویابی پیدا کردن اون قانون بین عددها یا شکل‌ها هست. بریم مثال بزنیم براتون بهتر یادآوری میشه. با توجه به الگوی زیر شکل چهارم را رسم کنید، سپس جدول را کامل کنید و به سوالات پاسخ دهید. بچه‌ها نگاه کنید، توی الگوهای عددی و الگوهای شکلی همونطوری که سال گذشته گفتیم و یادتون هست، ما همیشه نگاه میکنیم میگیم شکل اول. نگاه، شکل اول چند تا دایره داره؟ باریکلا. شکل اول 2 تا دایره داره. شکل دوم چند تاست؟ 1 2 3 4 تا. شکل سوم چند تاست؟ 1 2 3 4 5 6 تا. خب چه اتفاقی داره میفته؟ وقتی دقت کنم میبینم به شکل 2 2 تا اضافه شده، به شکل 1 2 تا اضافه شده شکل 2. به شکل 2 2 تا اضافه شده شکل 3. حالا اگه قرار باشه من شکل چهارم رو پیدا کنم و تعداد دایره هاشو بکشم، میگم خب مگه هر بار به اضافه 2 نشده؟ منم اینجا کافیه 6 رو به اضافه 2 کنم میشه 8. یعنی بیام 8 تا دایره بکشم. 1 2 3 4 5 6 7 8. به همین راحتی من تونستم شکل شماره 4 رو پیدا کنم. بریم سراغ گزینه ها. گزینه الف گفته کدام شکل با 20 دایره ساخته شده و ازمون خواسته که جدول رو توی سوال ازمون خواسته بود که جدول رو کامل کنیم. نگاه کنید بچه‌ها، ما اینجوری نوشتیمش ولی جدول رو کامل نکردیم. شکل شماره اول چند تا بود؟ 2 تا. شکل شماره دوم 4 تا، سوم 6 تا، چهارم 8 تا و تا 12. من به این راحتی ها نمیتونم تعداد دایره های شکل 12 رو پیدا کنم. باید بیام رابطه بین تعداد و شماره شکل رو پیدا کنم تا بعد بتونم شکل 12 رو پیدا کنم. حالا چطوری این کار رو انجام میدم؟ نگاه کنیم بچه‌ها، اگر فاصله بین اعداد شما ثابت بود، این یعنی چی؟ یعنی 2 به اضافه 2 شده، 4 به اضافه 2 شده، 6 به اضافه 2 شده. همه اینا دارن به اضافه 2 میشن. اگر این تعداد یعنی این جمع ثابت بود، یه بار به اضافه 2، یه بار به اضافه 3، یه بار به اضافه 4 نبود، بیا این کار رو انجام بده. چیکار کنم؟ بیا شماره شکلت رو ضرب در این فاصله کن. یعنی بگو 1 2 تا 2 تا. درست شد؟ 1 ضرب در 2 میشه 2. نگاه کن،
جواب به دست اومد. جواب یه دوتا شد دو. این دو با هم برابره. یعنی بعدی رو بگو چی؟ بعدی رو بگو دو دوتا 4 تا. بعدی رو بگو 3 دوتا 6 تا. بعدی رو بگو 4 دوتا 8 تا. پس 12 رو دیگه به راحتی میتونم بگم. نگاه کن، شکل اول یه دوتا 2 تا، شکل دوم 2 دوتا 4 تا، شکل سوم 3 دوتا 6 تا، شکل چهارم 4 دوتا 8 تا. یعنی داره شماره شکل من ضرب در 2 میشه. پس برای 12 چه کار میکنم؟ میگم 12 تا 2 تا 24 تا. به همین راحتی. میگه کدام شکل با 20 تا دایره تشکیل شده؟ یعنی چی؟ یعنی چه شماره شکلی رو ضرب در 2 کردم شده 20؟ باریکلا، جدول ضرب بلدی. میگی چند تا 2 تا 20 تا؟ 10. پس شکل چندم 20 تا دایره داره؟ شکل دهم. آیا شکلی با 25 دایره ساخته میشه یا نه؟ چرا؟ نکنیم بچه‌ها، اگر دقت کنم به تعداد دایره ها 2 4 6 8 10 12 14 16 18 همه این اعداد زوج هستند. پس بنابراین عدد 25 که یک عدد فرد هست توی این جدول جایی نداره. آفرین. میگم خیر، زیرا عدد 25 عددی فرد می باشد. اوکیه؟ خب بریم سراغ نکته. بچه‌ها کلاً رابطه کلی نمایش اعداد زوج، رابطه کلی نمایش اعداد زوج 2 ضرب در یه دایره‌ایه که حالا تو این دایره میتونیم اعداد طبیعی که میشه 1 2 3 4 5 6 تا بی نهایت رو قرار بدیم که اینجا هم نوشتیمش. بریم یه مثال دیگه حل کنیم از الگوها. با توجه به الگوی زیر شکل چهارم رو رسم کنید و جدول رو کامل کنید. سپس به سوالات پاسخ دهید. خب دوباره مثل قبلی نگاه کنیم بچه‌ها. شکل اول 3 4 5 تا مثلثه. باریکلا. خب من میخوام شکل چهارم رو رسم کنم. چطوری شکل چهارم رو رسم کنم؟ باید بدونم این شکل‌های قبلی ها چه ارتباطی با هم دیگه داشتن. نگاه کن، شکل اولی 2 تا بهش اضافه شده 3. شکل دومی 2 تا بهش اضافه شده 5. باریکلا. یعنی شما برای اینکه شکل چهارم رو پیدا کنی باید 5 رو به اضافه 2 کنی که شکل چهارم میشه 7. آفرین. پس من چند تا مثلث باید بکشم؟ 7 تا. 1 2 3 4 5 6 7. این میشه شکل چهارم. بریم ببینیم ادامه سوال چیه. ادامه سوال گفته الف کدام شکل با 27 مثلث ساخته میشه؟ قبل از اونم بریم اول جدول رو تکمیل کنیم. خب نگاه کنید بچه‌ها، توی جدول مثل جدول قبلی شکل اولی چند تا بود؟ باریکلا، یه دونه. شکل دومی 3 تا، شکل سومی 5 تا و الی آخر. خب یک چه اتفاقی براش افتاده شده؟ 3 به اضافه 2 شده. 3 چه اتفاقی براش افتاده شده؟ 5 به اضافه 2 شده. از من شکل 12 رو میخواد. من شکل 12 رو یهو نمیتونم بلندشم بگم 12 مثلا شکل 12 از این تعداد مثلث ساخته شده. باید اول از همه رابطه رو پیدا کنم. گفتیم برای پیدا کردن رابطه، من نکتهش رو اینجا بنویسم. برای پیدا کردن رابطه بین شکل‌ها اگر همه آنها به اضافه
عددی ثابت شده باشند آنگاه شماره شکل را در آن عدد ثابت ضرب می‌کنیم. سپس اگر حاصل ضرب با عدد شکل برابر نبود، عمل جمع یا تفریق انجام میدهیم. من اینو توضیح میدم که حالا چی گفتم. نکنیم بچه‌ها، گفتیم اگر این فاصله ثابت بود، بیا چیکار کن؟ اگر این فاصله برات ثابت بود، بیا عددت رو ضرب در این فاصله ثابته بکن. یعنی بگو یه دوتا دوتا، یه دوتا دوتا. اما نگاه کنید بچه‌ها، جواب ضرب شما اینجا 2. آیا اینجا عدد 2 داری؟ نه، عدد 1 رو داری. خب جواب ضربت که شده 2 رو چیکار کنم که بشه 1؟ کافیه یه واحد ازش کم کنم. پس من متوجه میشم اگر از 2 یه واحد کم کنم میشه 1. بریم ببینیم آیا برای بعدی هم جواب میده یا نه. نگاه کن، 2 تا 4 تا، یعنی ضرب در 2ش کردم. حالا منهای 1، 4 منهای 1 میشه 3. بنویسمش. نگاه کن، 2 تا 4 تا، حالا 4 منهای 1 میشه 3. برای بعدی 3 تا، آفرین 6 تا، حالا 6 منهای 1 میشه 5. پس همه اینا جواب نهایی من رو بهم دادن. پس هر بار من چیکار کردم؟ اومدم برای رابطه شماره شکلمو نگاه کن، هر بار ضرب در چند کردم؟ هر بار ضرب در 2 کردم. شماره شکلمو ضرب در 2 کردم، اما از جوابش یه واحد کم کردم. یعنی میگم شماره شکل ضرب در 2 منهای 1. پس شکل 12 میشه چی؟ میشه 12 ضرب در 2 که میشه 24 منهای 1 برابر میشه با 23. به همین راحتی. خب بیایم گزینه الف تا پ رو جواب بدیم. گفته کدام شکل با 27 مثلث ساخته می شود؟ داره میگه چه شماره شکلی رو ضرب در 2 کردی، بعد عذر میخوام منهای 1ش کردی، شده 27. بچه‌ها عبارت‌های این شکلی شبیه ماشین ورودی خروجی هستن. یادتون میاد تو ماشین ورودی خروجی وقتی مثلا تو برفرض بهتون میداد مربع، خب بعد توی فلش بهت میداد ضرب در 2، بعد اینجا بهت میداد مثلا 8. میگفتی وقتی دارم میام ضرب میکنم برعکسش میشه چی؟ آفرین، برعکسش میشه تقسیم. برعکسش میشه تقسیم بر 2. اینجا هم همینه، یه عددی ضرب در 2 شده منهای 1 شده 27. حالا برعکسش میشه چی؟ میشه 27 به اضافه 1 که میشه 28. برعکس ضرب چیه؟ تقسیم. باریکلا، تقسیم بر 2 میشه 14. یعنی 14 ضرب در 2 شده 28، یه واحد ازش کم شده 27. کدام شکل با 27 مثلث ساخته میشه؟ شکل 14. آیا شکلی با 32 مثلث ساخته میشه؟ چرا؟ بچه‌ها این الگو نگاش کنید، 1 3 5 بعدی بود 7 تا 23، حتی اینجا 27. یعنی من اینجا فقط اعداد فرد رو دارم. اما این عددی که اینجا مثال زده چه عددیه؟ باریکلا، عدد زوجه. پس میگم خیر. چرا؟ زیرا 32 عددی زوج است. حله؟
بریم سراغ پپ. گفته رابطه بین شماره شکل و تعداد مثلث‌ها رو بنویسید که ما اینجا نوشتیم. گفتیم کافیه شماره شکل رو ضرب در 2 کنم، یه واحد ازش کم کنم. خب بریم سراغ نکته پایینی. رابطه کلی نمایش اعداد فرد به صورت 2 ضرب در دایره منهای 1 که توی این دایره اعداد طبیعی رو قرار میدیم. پس اگر به شما گفتن مربع ضرب در 2 این نشونه عدد زوجه، اگه بهت گفت مربع ضرب در 2 منهای 1 این نشونه عدد فرده. خب یافتن رابطه کلی یک الگوی عددی. این نکته که اینجا نوشتم رو اینجا دوباره توضیح دادم و فکر میکنم توضیح دوبارهش خالی از لطف نباشه که شما دیگه کامل روی پیدا کردن الگوها تسلط کافی رو پیدا کنید. اگر در یک الگوی عددی یا شکلی بخواهیم رابطه کلی برای آن الگو پیدا کنیم، به صورت زیر عمل میکنیم. ابتدا رابطه بین هر دو عدد یا شکل متوالی رو پیدا میکنیم. مثلا نگاه کن، 3 شده 7 به اضافه چند شده؟ به اضافه 4 شده. 7 شده 11 دوباره به اضافه 4 شده. یعنی اون رابطه‌ای که هر دو تا عدد با هم دارند اینجا توی این مثال به اضافه 4. اعداد 4 تا 4 تا اضافه میشن. در این حالت می نویسیم 4 ضرب در دایره که این دایره همون شماره شکله. بعضی از معلمایی که سطح بالاتری نسبت به کتاب تدریس میکنن مثلا میان اینو با حروف انگلیسی نمایش میدن برای بچه‌ها. درسته کلاس ششم بچه‌ها حروف انگلیسی رو بلد نیستن و گفتنش جایز نیست، اما بعضی از معلمان میگن مثلا به جای دایره میذارن N B C، حالا هرچی. من کاری به این قسمت ندارم، فقط گفتم که اونایی که اگر معلمشون بهشون گفته دارن کلیپو نگاه میکنن متوجه بشن این انی که معلم در موردش صحبت میکنه در واقع همون مربع و دایره‌ای هست که من دارم در موردش صحبت میکنم. خب پس این دایره و مربع همون شماره شکله. میگه اگر فاصله رو پیدا کردیم، مثلا فاصله 5 تا بود، بگو 5 ضرب در مربع. فاصله 6 تا بود، بگو 6 ضرب در مربع که دایره نشان دهنده هر عدد طبیعی است. پس به جای دایره اعداد طبیعی رو قرار میدیم. نگاه کنین اینجا مثلا اگر بخوام رابطه رو پیدا کنم بچه‌ها، این یه الگو عددیه دیگه، درسته؟ خب اگه بخوام رابطه رو پیدا کنم، رابطه چند تاست؟ به اضافه 4. این عدد اوله، یعنی میگم یه 4 تا 4 تا. آیا جواب ضرب من با اولین عدد من برابره؟ وقتی میگم یه 4 تا نه. پس چون برابر نیست من باید یه کاری کنم که 3 رو به من بده. ماشین من 3 رو به من بده. پس میام چیکار میکنم؟ میام یه واحد ازش کم میکنم. میگم یه 4 تا 4 تا منهای 1. بعدی رو میگم 2 4 تا 8 تا منهای 1. بعدی میشه 3 4 تا 12 تا منهای 1. اینجا اگر ازت بخوام مثلا بگم صدمین عدد رو بگو، تو به راحتی میای 100 رو ضرب در 4 میکنی منهای 1. 100 ضرب در 4 میشه 400 منهای 1 میشه 399. خب بریم سراغ مثال آخر از این مبحث. یک رابطه بین شماره شکل و تعداد چوب کبریت ها در این شکل بیابید. خب نگاه کنید بچه‌ها، دوباره از اول یه مرور کلی بکنیم. قرار شد اگر عدد به من داده بودن، خب فاصله ها ثابت بود. نگاه کن توی اعداد مشخصه دیگه، مثلا میگم این عدد اوله پس میشه 1 ضرب در 4، این عدد دومه پس میشه 2 ضرب در 4. توی شکل‌ها براتون میذارن، حالا من اینجا فراموش کردم بنویسمش ولی تو شکل‌ها براتون میذارن، مثلا اینو میذاره 1، اینو میذاره 2، اینو میذاره 3 و الی آخر. خب برای پیدا کردن رابطه توی شکل‌ها من اول شکلم رو که یک رابطه شکلی یا هندسی هست رو
تبدیل میکنم به یک رابطه عددی. یعنی شکلامو تبدیل میکنم به عدد. یعنی چی؟ گفته چند تا چوب کبریت. نگاه کن، شکل اول، مثلث اول چند تا چوب کبریته؟ 1 2 3. پس اولی میشه 3. دومی 1 2 3 4 5. نگاه، 1 2 3 4 5. بعدی چند تاست؟ 1 2 3 4 5 6 7 تا. این 3 5 7 که شما به راحتی الان دیگه میدونی بعدیش میشه 9. خب اینو میگن یه الگوی عددی، ولی وقتی با شکل باشه بهش میگن الگوی هندسی یا شکلی. البته بیشتر کتابی میگن الگوی هندسی که با شکل نشون داده میشه. حالا توی الگوهای عددی من نگاه میکنم میگم 3 شده 5. چه اتفاقی براش افتاده؟ به اضافه 2 شده 5 شده 7. به اضافه 2 شده 7 شده 9. به اضافه 2 شده. بچه ها هر بار دقت کنید اینجا رو، هر بار داره به اضافه یه عدد ثابت میشه. هر بار داره به اضافه 2 میشه. یعنی مثلا بعضی از الگوها، بچه بعضی از الگوها این شکلی نیستن. برفرض بهت میگه 1 3 6 10 15. یه الگوی عددی ممکنه این شکلی باشه. اگر اینجوری باشه نگاه کن، 1 شده 3 به اضافه 2 شده 3 شده 6 به اضافه 3 شده 6 شده 10 به اضافه 4 شده 10 شده 15 به اضافه 5 شده. خب اینجا به اضافه یه عدد ثابتی نمیشن. در واقع اینجور الگوها رو دو الگویی میگیم. اما خب پس من منظورم اینا نیست. من منظورم اوناییه که به اضافه یه عدد ثابت میشن. اگر به اضافه یک عدد ثابت شد، کافیه بیای این شماره شکلت رو ضرب در این عدد ثابته کنی. یعنی شماره شکل رو ضرب در این کنی، یعنی این دوتا رو در هم ضرب کنی. یعنی بگی شماره شکل ضرب در 2. حالا برای شکل اول تست کنم. نگاه کن، میگم یه دوتا میشه 2 تا. آیا جواب من 2؟ نه، جواب من 3 هست. پس این 2 رو باید چیکار کنم که بشه 3؟ باریکلا، باید به اضافه 1 کنم که بشه 3. نگاه کن بعدی رو، 2 تا. نگاه کن، 2 تا 4 تا. ولی جواب من 5، پس به اضافه 1 میشه. بعدی 3 تا 6 تا به eضافه 1 میشه 7 تا. پس من شماره شکل که ضرب در 2 کردم باید به اضافه 1 کنم. این میشه رابطه من که حالا ممکنه به جای شماره 6 شما مثلا بذارید مربع ضرب در 2 به اضافه 1. هیچ فرقی اینا با هم دیگه نمی کنن. و این جلسه هم به پایان رسید. امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشید و از تدریس من لذت کافی رو برده باشید. بچه‌ها لطفاً ما رو به دوستاتونم معرفی کنید و ما رو دنبال کنید. به امید دیدار مجددتون.